خب ببینید دوستان، این الان طبقه 5 هستیم. نگاه کنید تمام آنتن، ماواره، شبکه‌های 5 واحد که از این قسمت ما بردیم بالا، همه رو گذاشته رو پشت بون. این هم اعلام حریق پشت بونه که بعداً بالا ما یه تابلو 60x80 میذاریم برای آنتن مرکزی و شبکه که حتما از اون تابلو من فیلم خدمت دوستان میگیرم. ببینید یه کار خیلی شیک تو رایزر. ببینید تمام بسا رو ما زدیم، 3 قسمتی، یه قسمت اینجا، یه قسمت وسط و یه قسمت پایین کامل دادیم جوشگاه برای ما جوش بده که همه لولا تمیز مرتب کنار هم بیفته. تا پایین ما این برنامه رو داریم که این قسمت‌های خالی هم که می‌بینید الان آیفون، تلفن و اعلام حریق هر طبقی رو از این قسمت‌ها میبریم پایین. اینا بالا رفت بود میرفت رو پشت بون، این قسمت پایین رفته که میره تو پارکینگ. خب ببینید دوستان، الان اینجا رایزر این 5 واحدی سمت راستی، حالا شمالی تو پایین. بعد ببینید که گفتم خدمت دوستان رایزرش هم میکشم. حالا اینجا یکم تاریکه. ببینید اینم رایزر 5 تا واحد این طرف به بالا. ببینید تمام این لوله 32 در این قسمت میبینید بشمارین 5 تا هست. 5 تای برق اصلی 5 واحد، اینا هم همه آنتن و تلفن و آیفون. این لوله 32 که میبینید رابطه از این لوله 20 به این قسمت قرار لوله بریده بشه و یه جعبه کشش ما در این قسمت داشته باشیم. ما کاری به این لوله 32 نداریم. اینجا بریده میشه و به صورت جعبه کشش کابل بالا میاد، از اینجا دیده میشه، از این میاد تو لوله پایین و میره قسمت پایین. از هر تابلو به تابلوهای طبقات بالا یه لوله 32 ما رابط گذاشتیم که تابلو به تابلو ما یه لوله دسترسی داشته باشیم برای کم و زیاد کار. این دوتا هم که میبینید، این دوتا کابل آنتن اتاق و آنتن سالونه که ما آوردیم اینجا. این شد رایزر 10 واحد کار ما که از اینجا هم رفته توی سقف پارکینگ. امیدوارم که لذت برده باشید.